بیشتر چیزا روز تیوی تشکر کنین که مروچی عطا دا و بلوچانی که وقتی اعتراض په ایران حکومت که بلوچ سرا مرچن گشترین ظلم کنگین تا اعتراض بکنن تا که با هم فیلم برداری کنن و مخلوق پیش بداریتن پیش که مرچی مرد گندگین که ایران حکومت خاصی نوکی حکومت کرد که بلوچستان پدا ظلم زور و کشت و کش هم گشتر بوگا. ای مردم بیایید بنگریم که چگونه هزاران نفر از بهترین جوانانمان هر روزه به طریق مختلف به دست پلید عمال خامنه‌ای به قتل میرسند. بیایید بنگریم نظام خامنه‌ای چگونه اعتیاد و فساد را برای نابود کردن بنیان جامعهمان ترویج می‌دهد، به طوری که بسیاری از جوانانمان این سرمایه‌ها و استعدادهای گرانبهای این مرز و بوم به کام اعتیاد و مرگ کشیده می‌شوند. بیایید بنگریم چگونه نظام فاشیستی خامنه‌ای که خود بانی و باعث سودای مرگ تجارت مواد مخدر بوده، در پوشش مبارزه با مواد مخدر هزاران تن از جوانان معصوممان را به جوخه آتش می سپارد. بیایید بنگریم چگونه نظام خامنه‌ای با اعمال تبعیض‌های وحشیانه بر مردم مظلوم بلوچستان فرصت اشتغال این حق ابتدایی را از جوانانمان سلب نموده که برای وصول لقمه نان برای خانواده‌هایشان هر گونه خطر را به جان می‌خرند که در حین کار در مرزها به دستاویز جرم قاچاق کالا و سوق زیر آتش خصمانه مزدوران خامنه‌ای قرار گرفته و جان پاکشان را از دست می‌دهند. بیایید بنگریم که چگونه در خاک پاک خودمان زندانها برپا کردند که مملو از جوانان بیگناهی است که به اتهامات واهی دستگیر شده و در آنجا انتظار فرجام سیاهی که دشقیمان خامنه‌ای برای آنها آفریده‌اند را می‌کشند. بیایید بنگریم که تاکنون چند تن از روشنفکران ما به جرم حق‌جویی و تبریج جستن از ظلم و جنایات رژیم جور خامنه‌ای خون پاکشان به زمین ریخته شد. بیایید بنگریم چگونه سرزمین خودمان، معطنی که خود و نیاکانمان در آن چشم به جان گشودیم را به سیاهچالی حزین برایمان تبدیل کردند که وارثان حقیقی این سرزمین زخمی از تازیانه استبداد در آن به بند کشیده می‌شوند. و اگر جفا و ظلم رفته بر خود را بر نتابند و زبان به شکوه و اعتراض بگشایند، آیشان با گلوله و آتش پاسخ داده می شود. به راستی چگونه با وجود و تداوم این همه تجاوز و تعدی، ظلم و جنایت می توان این روایت خونین و جانکار را به پایان برد؟ بلی خواهران، برادران، ای مردمان سرافراز وطن، ای غیور مردان دیار، هموطن، شیرزنان نجیب، این وادی ویران، به راستی اگر ما خود دست در دست یکدیگر ننهیم و با اتحاد، انسجام و همدلی در برابر سپاهیان خامنه‌ای صف میاراییم و به مصاف این جنایتکاران مرویم، چه کسی از سرزمین و شرف و ناموسمان به دفاع برخواهد خواست؟ چه کسی؟ ما باید همه دست در دست هم دهیم و به مصاف این خائنین برویم برای آزادی، دموکراسی، عزت و اعتبار سرزمین خودمان. با سلام، مصطفی فضلالی هستم. از شهر اوروبرو اومدم که در این مراسم اعتراضی شرکت کنم و اعتراض خودم رو به اعدام‌هایی که در ایران صورت میگیره، مخصوصا بلوچستان، بگم و به دولت جمهوری اسلامی بگم که اعدام‌هایی که در ایران صورت میگیره به هر جرمی هر کسی رو که دستگیر میکنن این درست نیست که اعدام بشه، چون که نقض حقوق بشر هستش و جمهوری اسلامی ایران این حقو نداره. و امروز اومدم اینجا که با صدای بلند به اعدام‌هایی که در ایران صورت میگیره نه بگم و یه بیانیه داشتم واسه همه کسایی که با هر دیدگاه سیاسی، همه سازمان‌ها، که ما باید متحد بشیم. این درست نیست که یه مراسم برگزار میشه بگیم خب این چون مال قسمت بلوچستان ما شرکت نمی‌کنه. من خودم یه فعال سیاسی ام که تو همه مراسم‌ها که متعلق به ایران باشه، حتی خارج از ایران که به حقوق بشر ربط داشته باشه، شرکت میکنم و خواهش میکنم از همه گروه‌های سیاسی با هر دیدگاهی که دارن در این مراسم‌ها شرکت کنن که این مراسم‌ها پررنگ‌تر بشه و ما بتونیم جمهوری اسلامی ایران رو به دنیا بشناسونیم، جرمایی که انجام میده و بتونیم با این کارهایی که و با این اعتراضایی که میکنیم ضربه به جمهوری اسلامی ایران بزنیم. ممنونم ازتون که این برنامه رو برگزار کردید. مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت تمامی عزیزانی که در بلوچستان هستند و بلوچایی که در خارج از کشور هستند و همچنین
سلام گرمی دارم خدمت کسانی که دنبال آزادی هستند و دموکراسی هستند. ما امروز جمع شدیم با توجه به این که در این چند مدت اخیر رژیم فاشisتی آخوندی افراد بیگناهی رو در بلوچستان داره اعدام میکنه و با توجه به انتخابات اخیری که در ما ایران داشتیم تقریبا حدود 5 میلیون نفر از اهل تسنن در این انتخابات شرکت کردند و نشون دادن که در مسائل سیاسی و به خصوص مسائل سیاسی منطقه خودشون و بلوچستان همیشه دوست دارن شرکت کنن و متاسفانه با توجه به وعده‌هایی که رژیم ایران داشتن، اما اون چیزی که قبل از انتخابات بود و بعد انتخابات متاسفانه ما چیز خاصی از این رژیم ندیدیم و خصوصا دولت جدید. ما از دولت جدید آقای روحانی خواستاریم که کسایی که تو زندانها به سر میبرن از مردم بیدفاع و مظلوم بلوچ بتوانه با یک عدالت درست در این زمینه همکاری بکنن و بلوچهایی که بیگناه در زندانها اسیر شده اند رو آزاد کنه و بتونه در جامعه جهانی یک وجه خوبی از کشور ایران نشون بده. و در پایان از تمام کشورهای غربی و خصوصا آمریکا و تمام نهادهای حقوق بشری خواستارم که بتوانند یک همکاری لازم داشته باشند و بلوچه هایی که بیگناه در زندانها زندانی شدن و دارن اعدام میشن از این حرکت جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن و به این زندانیا به جمع خانواده خودشون بازگردن. با تشکر. برای حل این مسائل باید همه این ملیت‌ها با هم دیگه نزدیکتر بشن و سازمان یافته‌تر بشن. به همین دلیل هم ما تعدادی از احزاب کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور با هم دیگه کنگره ملیت‌ها ایران فدرال درست کردیم که بتونیم با اتحادمون و با همکاریمون به اون اهداف اصلیمون، یعنی دستیابی به حقوق ملی و حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت در یک همزیستی مسالمت‌آمیز فدرال در ایران هستش دست بیاریم. با تشکر و فرادوست عزیز آقای مارتین. بیانیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال شاخه سوئد در رابطه با موج جدید اعدام‌ها در بلوچستان و کردستان. موج جدیدی از اعدام‌ها در بلوچستان و کردستان آغاز شده است. طی روزهای اخیر به صورت گروهی 16 نفر در بلوچستان و 13 نفر در کردستان اعدام شده‌اند. این در حالی است که صورت پیوسته اعدام فعالین سیاسی ملیت‌های ایران ادامه داشته است. این موج جدید از اعدام‌ها در این شرایط و برهه زمانی چند امر مهم را نشان می‌دهد. اول اینکه بعد از سرکار آمدن دولت روحانی با شعار اعتدال، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که وضعیت حقوق بشر و جامعه مدنی بهتر شود. اما بلافاصله با انتصاب علی یونسی وزیر اطلاعات خاتمی به عنوان دستیار ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی و متعاقب آن موج جدیدی دستگیری‌ها در کردستان آواز و بلوچستان و اخیراً نیز اعدام‌های گروهی در این مناطق نشان داد که نگاه این دولت نیز در قبال مسئله ملی در ایران همان نگاه امنیتی گذشته است. مسئله دیگر که میتوان از شرایط کنونی ملیت‌های تحت ستم ایران میتوان درک کرد این است که وضعیت این ملیت‌ها کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر نگاه حاکمیت با تمامی دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب به مسئله ملی در ایران یک نگاه ثابت و امنیتی می باشد. کنگره ملیت‌های ایران فدرال همواره از مبارزات به حق ملیت‌های تحت ستم ایران حمایت کرده. کنگره ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم اسلامی ایران در بلوچستان و کردستان خواستار اقدام سازمان‌های حقوق بشری بین المللی در محکوم نمودن این جنایات است. این اقدام می‌تواند از اعدام ده‌ها
نفر دیگر که در صف اعدام قرار دارند جلوگیری کند. کنگره ملیت‌های ایران فدرال شاخه سوئد 3 نوامبر 2013 مریچگیم یک جابوگ جنبوگ وها گمیشند که پیشتارا گویتند آ چیزی که مرچی ایران بوگند آ یک دولتی یک ملتی آ چیزی که ایران گوشی ما هستند آ یه صاحب نیند بلکه یک مسئله خونی بوده ایران حکومت یک حکومتی است که طایفه‌ای لازم رفتار کند همادا و که هزاران سال پیش انسانان رفتار کتگ و یا جامعان یک پشت کفتگند تا جامعان توک هستند که یک جایی یک جنگی بیتن 4 دانه مردم که تفنگش بردند و ایران لحظه مرصادیان یا ایران انتظامی یا اطلاعاتی یا پاسدار یا هر چی که آن نامشتگند گویان دیم پدیم بانتنو می چکرات چون مردم کشک بیتن اور رو چه زندانا چو پس داوا لحظه بلوچ کشیدن و کشیدن و قربانی دادن و یہ پیش داری تھے کہ ایران آ چیزی کہ دولت گوشی کہ ایران یک دولتی ہیں یک ملتی ہیں یہ دولت و ملت حساب دنیا کا نہیں پس ایک دولت و ملت دنیا تو کا یک برابری هستن انسانا یک حساب کتابی انسانان تو کا هستن یک قانونی هستن و دولت حساب باید درو مردم برابر بن بلکه چی ایران یک کار بود نکند پس که ایران حکومت یک حکومتی که ای فرقه سرار بوده یک فرقه سر یه دوا که هر چیزی ضروریت مردمان خلاف استفاده کنند چه مذهب بیتن تا آی زبان بیتن یک دولتی هر دیکتاتوری جامعه تو کا گوشی یک ما باید تو ایران شیعه به تو شرط یک سری بهتری په شیعه سره تر داته یک سری بهتری په فارسی زبان ادا دیگه زبان جهل جانته و یک سری چیز دیگه پیشه که تو مولای به تو رابطه که 4 دانه مدرسه یا پاگی بستگی نیه صاحب تو مولای ولایت فقیه قبول بیاگه مولای ولایت فقیه قبول نه تو پدا هم شر نه بل اگه قبول گر تو شر یعنی هر دعوا جامعه هن چوتی کته که چه همه فرعون دعوا اما اهرام ثلاثه اهرام مصر دعوا بیچاره کشتورکات جهل تا برز روتن سر برا یک کی بس پاش کرده و همین دعوا جامعه دیگه تک مروچ جامعه تو کا لاتین واسطه فایده ایر بیته لاتین واسطه بس ضرر و ما بلوچان یک که همه جانی که مسترین ضرران گندگاین می زبان می فرهنگ پشت برگ بوگین و همه دام شدیس 16 بلوچ جوانی یک جا حالا لحتی سیاسی بودن لحتی فرهنگی بودن لحتی حکومت گرفتن بلکه جای خبرش کته بل لحتی وقتی حکومت هم اعلام کن که شان قاچاق فروش نکولوتش یا اشرار بودن اششان برتا کشتن نه په حساب کشان دیگه کارا گوی کاران رابطه سیاسی مردمان سیاسی مذهبی واگ لوټانته بلکه په حساب که شما بلوچت برتا کشتگانتی و زی هم باید یاد بکنند که دو دانه چمه بلوچان یک ودا بلوچستان هر جا دریای تو اب کوروی بلوچستان مردم کشانته اگر زمین نبیته یک مرز یادش کتا بلوچ کشانته این حسابانی ما گندگید که ما بلوچ ودا هیچ دامی آرامشی نیستند و په همین حساب ما بلوچان کوشش کنگیم که ایران یک هنچین مثلا اتحاد جور بی ملتان تو کا مروچ ما درستگی ملتان دعوت کتگند کردان ترکان عربان که بیان تداوتی خبر بکنند چشما گندید که یک اتحادیه نجور کنگ بوده که اتحادی دیگه ما روگند که ما بلوچ دیگه باید وتی فکر بکنین وتی سابقه بکنین که ما بلوچ صاحب باید متحد بین و وتی آزادی واهگا و پیشی که ما بلوچ ملک بلوچ دستا بیتیم پای واسطه وتی گامان چست بکنین وتا نزدیک بکنین وتا متحد بکنین و چه مشکلات هم مسائل وتا دور بکنین یک کشی کنگام ما یک زمان دید بلوچستان جنبش تو که ما را هر وقت یک زمانی ما را ایران ما مرکزیت یک سایه پشای صاحب گلات و یک نیمگی گانگوری بردند رنده پدا ایران اگر کمونیستان حیاتات یک دابل لورت بلوچستان جنبش بلوچی ملی میں بیتے بلوچ راجہ عثمان واگی میں بیتے کمونیست واگی بیتے کہ ایک جنگ آرایشگری ہے اور ہنگام پدا ما گندگی کہ ہمیں ایران مولا وتی حکومت ودا کنگی لات دیگه ایکستریمیسم اسلام اور لوٹان ابزاری بکنه وتی دستا ما بلوچان 1000 سال مسلمان بودن اسلام قدیمی چیز اسلام پر ما نوکین چیز نہیں ما گو اسلام زندگی کتا میں زندگی میں راه روش درو اسلامی ان اشیا ما ضرورت نیست کہ مروچی ما جنگ اسلامی وارد میں شیعہ و سنی ہے گا پرچہ ما بلوچ ہم شیعہ ہیں ہم سنی ہیں ما بلوچ صاحب بعد کارا دیے ما بریں میں بلوچستان تو کہ ہر دامی مردم زندگی کانتے ہیں ما بعد وہ تا ملت صاحب ہنگا صاحب کنے یک بلوچ راجی یک بلوچ عثمانی ہستے آئیے واگ عثمان وتی وقت مستری ہیں وتی وقت حکومتی ہیں اشیا جور کنه واسطه ما بتونه وتی دریا وقت استفاده بکنه شما بیتین که یک گجری انچوک زی ما یک و تمشانی مصاحبه گوش کد که بیچاره مردم کشک بودتن گروه ما سیری که منطقه گوشی یک که دولت مردم ما را اجازه دهند که شما بره یه جنسا ببره آدیگه که ما را گریتن و پدا جانتن و یاشی کشیتن یا پدا دیگه رشوه بگیریتن یا جای رشوه ده پدا دومی جا رشوه بده ها پدا سیمی جا کای پدا سیمی طرف کشیتن زی دو بلوچ شمی دوا دریای تو کرانی ما دریا یاددار هم سرار کاپته گتن و تتی
پلیس ایران ساحلی ها انچو بسلاشان چه بلوچ بعد که تنفرش هستن پیشش داشت که همه زایدان جریان ها که اینچه بلوچ تمامگی ایران گشت و اعدامش کردن و پدا یه ساحل جریان پیش داریتن که شان گروه ساحل سیری کا پیش داریتن که ये ایران هنوگی حکومت ها بلوچ تنفر هستیم و چیزی که اکشن ما یک ملتی ادام نیست اب بلوچ به عنوان بیگانه چهارنته بلوچ یک چیز چهارنته که نباید این ملک بیته ایران حکومت چه شاه بوده تا قاجار بوده تا یه مولا خمینی و مولا خامنه ای حکومت بلوچستان په همه چما چاریته نیدرو پیش دارند که ما بلوچ نباید وقت بگلاینه که گجر کیت یک یا زرد حکومت ورکن یک دیگه بکشیته یه سوا مکنتند که ما مثلا وکالتش مردمان چو هر دعوا بیچاره که ما یک قاعده اون لاتی جنو ما بلوچ آینی هر نه که ما یک قاعده انتن آیت راضی بکن که من حکومت مهار دستین و من حکومت انو جاسوس تنو من چی رسته و پدا بروانی مگه دیگه براتی بکش همانی کوت گجر اور بیتن چه شاه زمانه چه خان و سردار بیتگن تو هنو مولا بیتگن ماشو دیستگه په کجا رستگن اگه بلوچ دیگری هم هستین تینگوان گجر اور بیتن آیا متاسفانه یک روچی بیت همین گجر پدا ای سرا کپیت ای کار خرابی کانتن بهتری که ما بلوچ وتا بلوچ صاحب وتا سازماندهی بکنه وتا شهر بکنه و بلوچ صاحب کار بکنه امید که مروچی میں دیوان مروچی میں اعتراض تمامی ملتان بیان وتی همبستگی وتی همگرنچی وتی دوستی گو بلوچ مخلوق پیش بدارن se till både demokratisk och demokrat och kommunala partirepresentant Mr. Ashnagar. با درود بر خلق مبارزه بلوچ. اطلاعیه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران در رابطه با جنایت اخیر در بلوچستان. روز شنبه 4 آبان 1392 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2013 میلادی بار دیگر دستگاه آدمکشی حکومت اسلامی ایران در جنایت دیگر 16 نفر از فرزندان سیستان و بلوچستان را اعدام کرد. این اعدام ها تنها به سیستان و بلوچستان محدود نمانده و در همان روز 2 زندانی دیگر در کردستان نیز اعدام شدند. متعاقب آن 11 نفر دیگر در روزهای اخیر به دار آویخته شدند. ماشین کشتار رژیم بخصوص در رابطه با زندانیان سیاسی بلوچ و کرد سرعت بیشتری به خود گرفته است. جمهوری اسلامی بار دیگر از خود تصویری به مراتب زشتر از گذشته به نمایش گذاشت. آنچه این حرکت جمهوری اسلامی را متمایز می کند گروکشی و راسیسم و نژاد پرستی آشکار و غیر مرسومی است که هیچ یک از حکومت‌های عصر حاضر قائل به انجام آن نبودند. به دیگر بیان حکومت اسلامی با اعدام زندانیان سیاسی دربند خود شیوه نوین از تروریسم دولتی آن هم در عرصه داخلی به جهانیان عرضه کرد که دنیا تا کنون شاهد آن نبوده است. حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران با محکوم کردن با این جنایت شنی اجحافات و سرکوب مردم بلوچستان از سوی جمهوری اسلامی خود را پشتیبان خواسته ها و آرمان های برحق و دموکراسی خواهانه مردم بلوچستان می دارند. لازم به یادآوری است که این کشتار وقیحانه تنها 3 روز پس از انتشار گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران صورت گرفته. بنابراین از همه جهانیان افکار عمومی و نهادهای بین المللی خواستار آن هستیم تا در سریع ترین زمان ممکن برای توقف این گونه اعمال و سیاست ها از سوی جمهوری اسلامی ایران راه چاره حقوقی و الزام آور بیابند. حزب کمله کردستان ایران استکهلم، حزب دموکرات کردستان ایران استکهلم. آذربایجان قربانیان خلق بلوچ امروز اینجا جمع شدیم و به اصطلاح اعتراض خودمون رو به اعدام وحشیانه و کشتار جمعی و فله‌ای که در بلوچستان اتفاق افتاده نشون میدیم. اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان بیرلیک یک اطلاعی داده در مورد برای همبستگی خودش با اون چیزی که در بلوچستان اتفاق افتاده که دوستانمون میرسن و بعدا اونا میخونن. من خودم چند جمله رو در ارتباط با این موضوع میخوام با دوستانی که اینجا هستن در میون بذارم. همچنان که میدونید البته جمهوری اسلامی ساختار استبدادی و به هر حال ساختار استعماریش از همون روز اول قتل و کشتار رو در
مناطق مختلف، یعنی مناطقی که اعتراضات وسیع درش بود انجام داد، حتی در مرکز ایران علیه جنبش سیاسی به اصطلاح جامعه فارس ایران و بعد در کردستان در سالهای اول به اصطلاح دولت به قدرت رسیدنش و بعدها در ترکمن صحرا و بلوچستان و در منطقه عربی الاهواز و بعد در آذربایجان. وضعیت به شدت متفاوته بعد از 30 سال 30 اندی سال حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه برای ملت‌های غیر فارس در ایران وضعیت بسیار پیچیده و فشار و تضییق از سوی جمهوری اسلامی بسیار وسیع‌تره. یعنی در 2 دهه اخیر، به خصوص در دهه اخیر، فشارها علیه فشار جمهوری اسلامی علیه جنبش‌های سیاسی به ویژه در مناطق غیر فارس، در کردستان، بلوچستان، آذربایجان، منطقه عربی الاهواز به شدت وسیع‌تر و اعدام‌ها به صورت فله‌ای و دست جمعی است. این اعدام اخیر در بلوچستان، اعدام‌های اخیر 16 نفر و به اصطلاح حرکت انتقامی جمهوری اسلامی در اعدام کسایی که در زندان بودن و هیچ جرمی در به اصطلاح درگیری نظامی در بیرون نداشتن، نشان از نفرت به اصطلاح بی‌پایان جمهوری اسلامی رو میده و به اصطلاح هشداری برای همه کسایی که دستن در کار مبارزه علیه ستم ملی و مبارزه ملی در ایران هستند. وضعیت مبارزات ملی ملت‌های غیر فارس در ایران پیچیدگیش از زاویه داخلی در اونجاست که امروز جنبش‌های ملی سیاسی ملی در ایران با جنبش سیاسی در مرکز فاصله بسیار فاحشی از هم دارن. یعنی اپوزیسیون سیاسی ملت فارس که خودش رو اپوزیسیون سیاسی ایران میخونه، امروز خودش رو در خیلی از موارد، از جمله امروز وقتی اینجا هستیم میبینیم که اعتراض بسیار تعداد اندکی به اصطلاح تشریف آوردن و برای حمایت از به اصطلاح این اعدام‌ها و از نقطه نظر اساسا نظری و فکری هم 2 بلوک سیاسی بسیار وسیع در اپوزیسیون ایجاد شده و به اصطلاح همکاری این 2 جنبش رو این بلوک بندی و این دیدگاه‌ها به اصطلاح این همکاری این 2 جنبش رو با هم بسیار با مشکل مواجه ساخته. وضعیت خارجی یعنی سیاست خارجی و به اصطلاح مماشاتی که الان به اصطلاح دولت‌های اروپایی و امریکا با ایران میکنه، از سوی به اصطلاح حمایتی که روسیه و چین از سوریه در این جنگ کردن و به اصطلاح عملاً به پیشروی دولت‌های غربی به طرف خاورمیانه و به حرکت‌های اعتراضی در کشورهای مختلف رو جلوشو گرفتن، این یک نشانه نسبتاً بدی است برای جنبش‌های سیاسی و ملی دموکراتیک در ایران که حمایت‌های خارجی رو از به اصطلاح اونچنان که باید جلب نخواهند کرد. تنها چیزی که میمونه به اصطلاح برای استمرار این مبارزه و دستیابی حقوق برابر برای ملت‌های ساکن در ایران، اتحاد ملت‌ها و اتحاد جنبش‌های سیاسی متعلق به ملت‌های داخل ایرانه. یعنی ترک‌ها، بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها و دیگران. یعنی قوای اصلی ما در اعتراض به جمهوری اسلامی امروز به داخل ایران و اتحاد نیروهای سیاسی متعلق به ملیت‌های غیر فارس به اصطلاح باید متمرکز بشه. با این اتحاد که امروز هم به اصطلاح این اتحاد به چشم می‌خوره بسیار هم عالیه، این اتحاد تنها به اصطلاح برون رفته جنبش‌های سیاسی متعلق به ملیت‌های غیر فارس در ایران به دلیل به اصطلاح به خاطر به اصطلاح مطرح شدنشون، گسترش مبارزشون، جلب همکاری نیروهای اپوزیسیون در جامعه فارس ایران و بعد جلب حمایت به اصطلاح افکار عمومی و گروه‌های حقوق بشری در سطح بین‌المللی. اینه که جدا از اینکه تأسف خودمون رو و تأثیر خودمون رو از کشتار جمعی که امروز در بلوچستان اتفاق افتاده و محکوم کردن اون چه در بلوچستان و چه در مناطق دیگه ملت‌های غیر فارس ایران، من فکر میکنم که خود همین امروز جمع شدنمون قوایی که به اصطلاح میخواد علیه جمهوری اسلامی در آینده به جنگه همین است که اینجا میبینید. یعنی نماینده های سیاسی ملت هایی که امروز جمع شدن، در واقع اتحاد عمل ما به دلیل کثرت جمعیتی که ما داریم، یعنی ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن و دیگر ملت های ساکن در ایران، از نقطه نظر کثرت جمعیت و از نقطه نظر و وسعتشون در جامعه ایران اگه بتونن ضرورت این اتحاد رو خوب متوجه بشن،
ما به نیروی بسیار وسیع‌تری میتونیم تبدیل بشیم که حتی اپوزیسیون جامعه فارس رو مجبور به نزدیک شدن و همکاری با خودمون و برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و جلب حمایت به اصطلاح افکار عمومی بین‌المللی برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی رو میتونیم فراهم بکنیم. امیدواریم یک روز تمامی ملت‌های ساکن در ایران و قوای سیاسی متحد بشن که بتونن جمهوری اسلامی نظام استبداد سیاسی و استعماری رو از ایران ریشه‌کن کنن. اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بیرلیک. مجازات اعدام یک توحش قانونی و دولتی و یادگاری از دوران طولانی سلطه خشونت عریان در میان جوامع انسانی است. این مجازات ضد انسانی از سوی رژیم‌های از جنس رژیم جمهوری اسلامی ایران که فاقد یک نظام قضایی عرفی و دموکراتیک است، با درجه بالاتری از سویت به کار گرفته می شود. رژیم اسلامی ایران مجازات اعدام را در کنار دیگر روش‌های قرون وسطایی از قبیل گروه‌کشی، انتقام، تنبیه دست جمعی و کشتار برای اعمال جو رعب و وحشت در جامعه به کار می‌گیرد. رژیم جمهوری اسلامی ایران اخیراً در پاسخ به اقدام خشونت‌آمیز و خونین حمله به یک پاسگاه مرزی از سوی یک گروه مسلح دست به اعدام گروهی از زندانیان بلوچ زده است که در زمان وقوع حمله مزبور همگی در زندان بوده و بالطبع هیچ دخالتی در این کار نداشتند. این اقدام یک گروگانگیری و اسیرکشی و انتقام کور رژیم حاکم از شهروندان خود است. ما ضمن مخالفت با همه اشکال خشونت از همه مبارزات مسالمت‌آمیز و عدالت‌خواهانه ملت تحت ستم و همه اقشار جامعه برای رسیدن به خواسته‌های خود در چارچوب تعریف جهان شمول حقوق بشری حمایت می‌کنیم. ما مجازات اعدام را از هر نوع و اعدام زندانیان سیاسی و عادی به قصد انتقامگیری و گسترش جو رعب و وحشت به عنوان رویه حکومتی را به شدت محکوم می‌کنیم. ما به نام همبستگی ملل تحت ستم و همدردی با خانواده قربانیان اعدامی بلوچ و برای محکوم کردن سیاست تبعیض و خشونتی دولتی جمهوری اسلامی امروز در اینجا گرد هم آمدیم و حمایت خودمون را از این مبارزات اعتراضی اعلام می‌کنیم. سخنگویان اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بیرلیک، سیمین صبری، علیرضا اردبیلی، 31 خرداد 2013. خیلی ممنون. دستش آقای سلطانی بفرمایید. دوستان و رفقا، من نمیخوام اینجا در مورد جنایتکاری ها وحشیگری های جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم، چون همه به نیک میدانیم که اینها کیند و چیند، ولی میخوام چند کلمه‌ای در رابطه وضعیت امروز بگویم. میلیون ها کرد، عرب، بلوچ، آذری به پای صندوق های رأی رفتند و به شخص روحانی رأی دادند برای اعتدال، برای تغییر، برای تحول و برای احقاق حقوق پایمال شدهشان. اما پیام حکومت اعتدال با کشتار انسانهای بی‌دفاع کمپ اشرف شروع شد و با راه اندازی جوخه اعدام در کردستان، اهواز و زاهدان وقیحانه به راه خود ادامه می‌دهد. بخشی از روشنفکران و طرفداران به اصطلاح حکومت اعتدال میگویند این اعدام‌ها جهت کارشکنی در پروسه اعتدال است، اما همه می‌دانیم که هیچ اعدام سیاسی در ایران بدون تأیید رئیس قوه قضاییه، شورای امنیت و مصلحت ملی ایران نیست و در تمام این ارگان‌ها شخص آیت الله خامنه‌ای حرف اول و آخر را میزند. شخص رئیس جمهور نیز یک عضو صاحب رأی در این ارگان هاست. در ثانی اگر هم این طور نیست، پس چرا رئیس جمهور روحانی آستین ها را بالا نمیزند؟ و اگر مرتجعین اعدام می کند با صدای رسا به اعتراض بر نمیخیزد؟ اگر نمیخواهد رأی دهندگان کردستان، بلوچستان و دیگر خلقها ناامید شوند،
چرا وعده هایش را اجرا نمی کند و اگر می خواهد که مرتجعین خفقان بگیرند چرا در عمل نشان نمی دهد که مشغول اصلاح و بهبود است؟ آیا انتخاب جنایتکاری چون پور محمدی به عنوان مشاور خلقها ریشخندی به رأی مردم استانهای کردنشین بلوچستان و اهواز نیست؟ آیا کسی که خود بالاترین دست را در اعدام هزاران آزادیخواه انقلابی داشته میتواند دایه مهربانتر از مادر گردد و امروز حقوق انسانی و شهروندی را آن هم به کردها، بلوچها، اعراب و آذریها برگرداند؟ نه، این دیوار از پای کج است. روحانی بالاترین شخص امنیتی کشور و دست راست جلاد خامنه‌ای نمیتواند معتدل باشد. سیاست واگذاری 100% تمام امور استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، بلوچستان و اهواز به دست ارگانهای امنیتی و سپاه نمیتواند سیاست بازسازی، آبادانی، ایجاد دوستی و برابری بین ملت‌های ایران باشد. ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم اگر جمهوری اسلامی ایران و روحانی می‌خواهند مشکلات ایران را حل کنند، به جای کرنش در مقابل بیگانگان و دریوزگی در کریدورهای آنکارا و نیویورک باید نشستن پشت میز مذاکره با نمایندگان واقعی خلق‌های ایران را برای چاره‌یابی و حل مشکلات موجود برگزینم. حفظ تمامیت ارضی ایران به حل مسئله خلقها و احقاق حقوق آنها و احترام به حقوق همه شهروندان این کشور از بلوچ، عرب، کرد، آذری، مازی، لور گرفته تا طرفداران مذهب سنی، آیین آری، بهائیان و مسیحیان. نه صادر کردن تروریسم دولتی، لشکر کشی به کردستان و بلوچستان و بستن پیمانهای ننگین با اسلام آباد و آنکارا. جمهوری اسلامی ایران خوب می‌داند که فرزندان قهرمان ملت کرد در صفوف پژاک آماده هر نوع دفاعی از خلقشان هستند و به پیمانی که به مادران فرزاد، حبیب الله، خواهران رضا و شیرین و هزاران شهید ملت کرد داده‌اند عمل خواهند کرد. خلق کرد را تنها نگذاشته و دفاع مشروع را حق خود می‌دانند. پژاک دست دوستی و اتحاد به طرف تمام خلق‌های ایران و سازمان‌های سیاسیشان به خصوص خلق بلوچ، عرب و آذری دراز می‌کند و شهدای آنها را از آن خود می‌داند. پژاک از همه نیروهای انقلابی و آزادیخواه می‌خواهد که با اتحاد عمل و گفتار و تلاش بین المللی ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی را متوقف گردانند. پژاک از همه کشورها و سازمانهای بین المللی به خصوص دولت سوئد و جامعه جهانی می‌خواهد که در مقابل کشتار فرزندان ملت کرد، بلوچ و عرب و دیگر خلق‌ها، گروه‌های قومی آیینی ایران سکوت نکنند و سیاست زندان و اعدام جمهوری اسلامی را محکوم نمایند. زنده باد اتحاد خلق‌های ایران، مستحکم باد صفوف آزادیخواهان و انقلابیون، مرگ بر ارتجاع، نجات پرستی و تمامیت خواهی. زنده باد مبارزه خلق‌های ایران برای آزادی و دموکراسی. پاینده باد مبارزه برحق و مشروع پژاک برای احقاق حقوق تمامی خلق‌های ایران. سپاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق كابي هستم عضو جنبش عربية آزادی بخش الأحواز، حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. من چند کلمه‌ای با زبان عربی صحبت میکنم چون که زبان فارسی دیگه بر ما تحمیل شده، به خاطر همین با چند دقیقه عربی صحبت. طبعا نحيي الحضور الكرام، كما نعلن تضامننا مع شهداء القضية البلوشية وندين هذه الجرائم بحق الشعوب غير الفارسية
بالنسبة للقضية البلوشية والقضية الكردية وباقي شعوب غير الفارسية. كما نعلن أو أعلنا سابقا نحن نتضامن ودائما مستمرين معا نحن كشعوب غير فارسية ضد سياسة الاحتلال الفارسي ضد هذه الشعوب. كما تعلمون الإعدامات التي تجري في بلوشستان في كردستان هكذا تحدث في الأحواز. أيضا في الأيام أو الأسابيع القادمة الأحوازين طبعا هنالك قائمة أسماء موجودة سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق نشطاء سياسيين أحوازيين. هكذا طبعا هاي الإعدامات التي تجري في ساحة الشعوب غير الفارسية لن تثني عزيمتنا، بل نحن مستمرون ضد الاحتلال الفارسي مهما كلفنا الأمر. كما نعلن للعالم أنه أي رئيس جديد يأتي لسدة الحكم في إيران طبعا نفس الرئيس السابق دائما يقوم بالقمع ضد الشعوب غير الفارسية، يقومون بإعدامات، يقومون بتعذيب السجناء السياسيين من كافة الشعوب غير الفارسية. لذلك نحن هنا اليوم نتضامن مع القضية البلوشية، القضية الكردية، وهكذا الشعوب غير الفارسية. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم. با عرض سلام، من نوری حمزه هستم از جنبش ملی دموکراتیک عرب الاهواز مستقر در استکهلم. اینجا جایی است که ما جمع شدیم و در این منطقه قدیمی شهر استکهلم در منشأ تمدن حاضر متاسفانه در سوی دیگر شاهد بربریت و بی‌تمدنی یک نظام فاشیست و یک نظام غیر انسانی مبتنی بر گفتار و تک‌گفتاری و مونولوگ هستش. همه ما که اینجا هستیم تا حدودی از نعمت در واقع بگم و شم دموکراسی حاکم در اروپا و در سوئد بهره مندیم و میتونیم اینجا جمع بشیم و صحبت کنیم و نقد کنیم سیاست هر کشوری رو. اما در سوی دیگر در مناطق ملی ما رژیم حاکم ایران و اشغالگران علاوه بر غارت ثروت‌های ملی و سرزمینی ملت‌های غیر فارس به اعدام‌های مستمر جوانان غیر فارس ادامه میدن. در سوی دیگر شاهد هستیم که اپوزیسیون به اصطلاح توی پرانتز بذارم سراسری و یا اپوزیسیون فارس شاهد اون هستیم که با بی‌تفاوتی تمام از تمامی اعدام‌های صورت گرفته و در سابق و الان با بی‌تفاوتی تمام گذشته است و هیچ گونه حرکت و صحبت و یا بیانیه‌ای ما شاهد نیستیم از آنچه که در بلوچستان در چند روز پیش رخ داد، جز چند بیانیه بسیار خجالت‌آور و شرم‌آور از برخی احزاب و برخی شخصیت‌ها که این رو هم به اصطلاح بذارم در بیشتر اینها از جنبش چپ جنبش سراسری هستم. روی صحبت ما اینجا و شخص من با نیروهایی هستش که در واقع خودشون جمهوری‌خواه، دموکرات و دارای و نشأت گرفته از مشارب گفتار و اندیشه لیبرالیسم هست. کجا هستند نیروهای جمهوری‌خواه ایرانی که موضع گیری کنند در کنار ما باشند این روز در استکهلم و در سایر شهرهای اروپا؟ چرا سکوت کردند؟ چرا لالمونی گرفتند؟ این یک سوال اساسی هستش که 88 سال و قریب به 90 سال هستش ملت‌های غیر فارس درگیرش هستند. ما ثروت هامون رو از دست دادیم، جوان هامون رو داریم از دست میدیم، چیزی نداریم که از دست بدیم در آینده. مطمئن باشید تغییرات آینده تغییرات ملت‌های غیر فارس خواهد بود و کلید آینده ایران دست ملیت‌های غیر فارس هست. اگر دوستدار ایران باشید و می‌خواید ایران نپاشه، در واقع بایستی در کنار این ملت‌ها باشید. از همین امروز و از گذشته خودتون باید شرم کنید و عذرخواهی کنید. ما امیدواریم صدای ما به گوش تمامی اعضای اپوزیسیون ایرانی برسه. امیدواریم سازمان‌های ملت‌های غیر فارس
کار خودشون رو در واقع سازمان‌های سیاسی، حقوق بشری، سازمان‌های محیط زیست، سازمان‌های دیگر، سازمان‌های حقوق کودکان رو بیشتر و بانظرتر وارد عرصه سیاست بکنن و بتونن حق و حقوق ملی خودشون رو از حلقوم پانفارسیسم بیرون بکشن. این کار اگر شده با فروپاشی تمام ایران صورت بگیره، بگذاریم این فروپاشی صورت بگیره تا تمام ملت‌ها از شر این ایران خراب ویران آزاد بشن. زنده باشید. Alla folkgrupperna i Iran har röstat i det senaste valet. Rouhani har lovat att vi ska bo som bröder, kurder, araber, balucher. Men det är långt ifrån det vad han har sagt. De senaste avrättningarna på de 2 kurdiska politiska fångar och samt 16 balucher visade faktiskt att det är inte sant och de tänker inte hjälpa och bo som bröder i Iran. Vi som Kurdistans Human Rights fördömer denna systematiska förtryck, arrestering, avrättningar som dagligen sker i Iran. Och vi hävdar omvärlden också att inte ska vara tyst mot det förtryck och omänskligheter som sker i Iran. Vi fördömer att arrestering, avrättning. Stoppa arrestering, stoppa avrättning, stoppa tortyr. Tack. Kurdistans Human Rights مسومه. از خانم رشیدی تقاضا میکنم بفرمایید. خطابم به خامنه‌ای جنایتکار و قوه قضاییه و روحانی. ریشتان بریده باد، ریشخندتان نابود باد که نیشخند میزنید به جوانان آزادیخواه، به ملیت‌های آزادیخواه ایران، ترک، کرد، بلوچ، آذری. نابود باد دست‌هایتان که جنایتکارانه و خونخوارانه این دست‌ها، این صداهای رسای جوانان ایران رو، مردم ایران رو در گلو خفه می‌کنید. به چه جرمی؟ به جرم آزادیخواهی؟ به جرم زندگی بهتر؟ به جرم استقلال طلبی، به جرم اینکه آزادی و آزادیگیر نمیفهمی خامنه‌ای جنایتکار، روحانی حیله‌گر و با حیله خود اومدی. اولین روزی که به پشت به اصطلاح ریاست جمهوری نشستی، قتل افشین و سانلو بود. به جرم چی؟ به جرم اینکه یک کارگر بود و خواهان حقوق حقی کارگران بود. اعدام‌های دست جمعی 16 نفر از زندانیان بلوچ به جرم اینکه سیاسی بودن، آزادیخواه بودن. آیا میفهمی آزادی یعنی چی؟ اگر میفهمیدی همچنان در زندگی خفقان‌آلود و عصر حجری خودت داری زندگی میکنی. بس کنید. اعدام نه. اعدام زندانیان سیاسی بسه. جرمشون چیه؟ آزادی خواهی؟ ما در اینجا جمع شدیم محکوم بکنیم تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو و محکوم کنیم قتل‌های دست جمعی. از بعد به تولد جمهوری اسلامی 33 سال اند میگذره از اعدام‌های دست جمعی در زندان‌ها و بدونیم که بیشتر خواهد شد. 2 نفرم در راهن. تا جنایت‌هاشون بیشتر نشده، زندانیان رو در شبانه به اعدام محکوم نکردن و صداشون به هیچ جا نرسیده، دست روی دست هم نگذاریم، دست در دست هم بگذاریم و کاری بکنیم که نوشدارو پس از مرگ سهراب نه. اپوزیسیون کجا هست؟ رفیقمون خوب صحبتی کردن. چرا الان روز گرم دیگه نشستن خوابیدن که خب ما با اینا کاری نداریم، هر کی برای خودش. تا زمانی که این اتحاد نیست، آزادی برای ایران نیست. تا زمانی که اتحاد و همبستگی نیست، اپوزیسیون جدا شده، هی هر روز دارن از همدیگه فاصله میگیرن متاسفانه و این باید شاهد زندانی، اعدام، قتل، سنگسار بیشتری باشه. نابود با جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر خامنه‌ای دشمن.
هرچند با مرگ مخالفم ولی دیگه دلم واقعا پره. با تشکر. و حالا همینطوری قبلا هم گفتیم ایران خب کشور چند ملیتی با ادیان مختلف هستش. همینطوری می‌بینیم در ایران بهائیان و دراویش و بقیه گروه‌های مذهبی مثل مسیحیان هم تحت فشار هستند و امروز اینجا خب یکی از مذهب‌های خیلی قدیمی منطقه‌مون مذهب یارسان، اونا هم در ایران به اشکال مختلف مسائلشون در جامعه مطرح شده بیشتر اخیراً و اینجا یه پیامی کوچیکی داره، چون اونا هم به هر حال به همون شکلی که بقیه ملیت‌ها به دلایل مختلفی به عنوان کرد هم تحت ستم هستن و به عنوان این که مذهبشون جزء مذهب اسلام نیستش بیشتر تحت ستم هستن. بفرمایید. با عرض سلام به همه شما عزیزان، خانم‌ها و آقایان خوش آمد میگویم. چون من در اینجا فارسی صحبت میکنم اکثرا فارس هستم و گشت برای خوشگل کرد خیراتون هوشم، چون لئیره اده زیاد دیگه هموطنگل ایرانی مان هن ایما با اوانش بزانن که ایما واقعا زوان اوان زانیم و زوان خمان، ولی ایواد ده هوای سرده ساکتین. خواهش کنم من چند شعار دم پشتر من جواب بیان. گشتان یک صدا بیوشن، همه با هم بگین مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. من علیاصغر خسروی عضو کانون یارستان هستم و به نمایندگی از طرف جامعه یارستان در اینجا در خدمت شما در این همبستگی ملی و میهنی هستم، در کنارتان هستم، در خدمتان هستم. من نام علیاصغر در طرف جامعه یارستان لئیره هم خدمتانا که بتوایمن واقعا شعار بیم ارا نابودی، ارا سرنگونی، ارا احقاق حق مردمان، سرنگونی جمهوری اسلامی. و راسی امروز دونیم که آقای روحانی چی و یه لبخند لپشت تریبون سازمان ملل حواس جامعه جهانی جمع کرده کنار خوی، اما لجیر ای لبخند اهانت آمیزی و جامعه ایران دیمن که چند مردم بلوچ و کرد و ایران قتل عام کردن. واقعا قاضی زادان مجرم ترین و جانی ترین فرد در جامعه جهانی است. چرا در هیچ جامعه که کسی حکم اعدام صادر بود بعد از یک مدت باید اعدام اجرا بود، ولی به خاطر ترسانن مردم شجاع بلوچ و جامعه ایران، کرد، آذری، ترک، عرب داشت 16 نفر ماهان از زندان و زوان کردی پروار کرد، اسیر کرد تا روزی بتوانه آوچو مردم بسینید. واقعا مجرم ترین قاضی در دنیاست. هرگز شیوه قضاوت در عالم ایجوران نیو نخواهد بود. عزیزگان، امروز روز اتحاده. حالا دوستان من یکی پس از دیگری لئیره فرمایش کردن اگر ایمت دست نیم دست یک اپوزیسیون ایرانی، احمد اقلیت دینی، اقلیت ملی، اقلیت سیاسی دست نیم دست یک، واقعا باید هر روز نظارگر تیاتر و آویزان بیون و اعدام عزیزان لمیدانگل تهران و شهرستانگل بیمن. با این مرد و مردانه همت بکن لجست علکی سیاسی دست گرن آقایان هموطنگل عزیز که هر کام موقع دانشین که لمصابتان یک لشکر دیدین، سپاه دیدین، ایران دیدین، ولی لمیدان لهر جنبی های نکورا چرا یک ناگرین تا که تو این نظارگر بیون، تا که تو این جامعه جهانی باید ایوا پشتیبانی که ابدا تا موقع خمان دست نیم دست یک همه نکیم نفذ جمهوری اسلامی که دیارستان که در مجلس لناو تهران کرد ولی در فرهنگوطن ایرانی پشتیبانیان نکردن لدیگر شهرستانیان ایما جا و منزل ناویم، را و منزل ناویم و هدف خمان نرستیم و نهایتا لگشتان دست پاسیوشم و این روش سرده تشریف آوردین لعیر و گرد یک بنیشیم که محکوم بکیم
و دل خودمان لعزای عزیزانی که لکردستان، لبلوچستان، لأهواز، لعرب، عجم، ترک، آذری و غیره واقعا لایره و گرد یک همدلی بکیمن روش ازامان لایره جنبی نسن ازای عزیزان من بیگناه لمیدان گلهان سردار و مردم جنبون که مردمی که واقعا باج بگیرن رشوت خورن جاسوسان جنایتکاران جمهوری اسلامی دو تا تاثیر رایان و جن منار و تیرن ایانک بریشن تا بینن که ایجاد ترس و وحشت لمردم ایجاد بود نهایتا و گشتان خیرات نیوشم و روزا تو هم که گشت ملت یک بگری دست و دست یک شجاعانه لهر شاری لهر دیاری لپایتخت بتوانن نظام وزانو دربارن بمری نظام جمهوری اسلامی بمری نظام جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی زنده باد آزادی زنده باد حق ملت‌های مظلوم تحت ستم ایران. دستان خوش. برای اینکه به صلاح از همه دوستانم تشکر بکنیم. یکی از شاعرای بزرگ بلوچستان اینجا هستن آقای عزیز. ای ملاهای حکومتگر ایران، ای ملاهای حکومتگر ایران، خلقهای ایران، ملیتهای ایران، اقوام ایرانی و از جمله آنها بلوچ ها زنده اند و زنده خواهند ماند. کهور و کلمیر و من گو تلوار جلین جاکان تواری رست بازارا نزان تو مگم ملا نزان تو مگم ملا بلوچ هیبتا میرین که من شهنامگا منتر مگردی دست و پادا چو که لطفی را بلوچگا دراجین داستانی ها مگردی دست و پادا چو که لطفی را بلوچگا دراجین داستانی ها نزان تو مگم ملا منی ملکا نزان تو هماها که منی بستان درچکی دائما سبزن کهورم برزگ و سولی که هر چونتش اگر گرده چپ و راست و بالا دا ترکن تا پدا گهتر جنن شاهل سپهدارین هما برزی کهور من که هر دولو اگر گرده گشاهی یک زدین تیرا گندینه زهم و شمشیرا هزاران مند و تدبیرا و هر جرمی جلیم بیرا پدا ترکم منی شاهل بزین ساحیل بن روچی پشیرین چاکرا میرین و میرانی بلهدیرین هما برزین کهور و من نجنبینی منی منا گواتو نجنبینی منا گواتو نتی کهره بزین توپان اگر روچی کپون هم من گو انچی حیبتی لیتون توارون دل ترکت کن گو هنچی حیبتی لیتون توارون دل ترکت کن مگنده من جهان موهی بلگیتت سرا اوهی و آهی کشگا آهی مبیتت هیچ کجا جاهی نزان تو منا ملا نزان تو منا ملا که تو نادانی بی ہے که تو زنده بدین دی ہے که تو زنده بدین دی ہے. با سرکار آمدن دولت روحانی و گسترش احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی خصوصا مردم کرد، بلوچ و عرب در ایران و اجرای احکام اعدام صادر شده قبلی یک بار دیگر به اثبات رسید که تغییر مهرها در جمهوری اسلامی هیچ تغییری بر سیاست کلیه این سیستم خصوصا در مورد ملل آزادیخواه ایران نداشته و تمام شعارها و قولهای انتخاباتی چیزی جز کشیدن مردم به پای صندوقهای رأی نبوده و نیست. بنابراین
ما معتقدیم که گسترش صدور اعدام ها و ادامه کشتار مبارزین در ایران بعد از انتخاب روحانی بدین معنی است که جمهوری اسلامی با تمامی رنگ ها و فرم های موجود یک سیستم ستمگر، طغیانگر و اصلاح ناپذیر بوده و هرگز حاضر به تغییر رفتاری نیست که از بدو تولدش بدان خو گرفته است. اعدام گسترده به دست جمعی فعالین کرد، بلوچ و عرب در هفته‌های اخیر در ایران، خصوصا با اعدام حبیب الله گلپری پور، رضا اسماعیلی و چندین فعال عرب و همچنین اعدام 16 مبارز بلوچ در زندان مرکزی زاهدان، نقض آشکار همه موازین بین المللی و حقوق بشری است. ما به عنوان کومله یکسانی کردستان که مخالف حکم اعدام و هر گونه حکم مرگ هستیم، این کشتار و اعدام های سیستماتیک جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم نموده و از همه آزادی خواهان و طرفداران حقوق بشر خواستاریم که در برابر ستمکاری های جمهوری اسلامی که نماد نقض حقوق بشر در جهان می باشد سکوت ننموده و به هر شیوه ممکن برای متوقف نمودن ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی اقدام نمایند. زنده باد آزادی و یکسانی همه ملل جهان. درود بر مبارزین راه آزادی و یکسانی در ایران. کومله یکسانی کردستان. متشکرم. مرچ ما جمع بودتگین اوتی اعتراض دنیا سر بکنین در رابطه با اعدامان که بلوچستان بیتگند. انچوش که شما زان جمهوری اسلامی 16 بلوچ نوجوان یک روچی اعدام کتند و آن اعدام بیاگ سببم یک جنگ بلوچانی گو جمهوری اسلامی فوجیان بودتگد و جنگ تا مرچگی میں یہ احتجاج مقصد سویڈن پارلیمنٹ دیما کہ ایرانا 18 بلوچ 16 بلوچ فانسی داتگ وہاں بے گناہیں بلوچ بھی تگا وہاں فانسی دیے گئے واسطہ مات کی گئے دا کہ سویڈن گورنمنٹ حال بھی دیے کہ ایران گورنمنٹ چنچو سختی کھن گئے بلوچانی سرا و چنچو بلوچانی قتل و غارت گریہ کھن گئے وہ دومی حوالہ ہمیشہ کہ بلوچستان تو کا ان یک واقعی بھی تھا یک سنگتی بلوچ ریپبلکن پارٹی میں ساؤتھ کوریا صدر بھی تھا نصیر احمد آئیے چوک کوئٹہ روگا بھی تھا کراچی آئیے چوک بسے تو کا راہ داشتہ خوزدار وڈ ایریا ہے اور ہما وڑا ٹارچر کو تھا آئیے لاش پجارگ نہ بھی تھا 25 سال جوانی بھی تھا طالب علمی بھی تھا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز آئیے ہما وڑا ٹارچر کو تھا وہ پدا یک تیری سراجتگی یک تیری دلا اور پدا آئیے لاش لیویزی حوالہ کو تھا کہ یہ لاشا ہوتی نیمگا برسینے سو آئیے لاش پدا لیویزا ماں کراچی آئیے فیملی رسین تھا وہی وڑیں قتل و غارت گری پاکستانی فوج و پاکستانی ہما ISI ایجنسی ہر وقت بلوچ سرا کھنگاں پرچہ کہ بلوچا وقتی آزادی گپ شروع کو تھا پاکستان ہما روچا اشیے جنگو پروشا گو قتل و غارت گری شروع کو تھا نی پاکستان مرچی بلوچا ہما وڑا جنگائیں ہما وڑا ٹارچر کنگائیں کہ میں گوارن جنگائیں میں براتن جنگائیں میں کسان سالیں ہما ورنہ جنگائیں سورا بھی تو کا واقعہ ابتسیر روچا 12 سالی کسان سالیں بچ کے جتا بھی انہیں میں یک ممبری بھی تھا آئیے برات 2 بھی تھے یکی 16 سالے بھی تھا یکی 12 سالے بھی تھا آہاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز شہید کو تگاں دوئیں بچک کسانی ورنہ بھی تگاں وہی وڑیں ظلم و جبر پاکستانی سرکار پر بلوچ واسطہ ہر وقت کنگائیں پرچہ بلوچ گوشی تو امنی ملک برتا زبردستی امنی ملک کا الہ بدے اور ہمیں واسطہ پاکستانی شیعہ نمن نگائیں وہ بلوچ ہوتی آزادی لوٹی وہ بلوچ اولی فرض ہمیشہ کیا یہ آزادی ہمیں واسطہ مرچی بلوچ چک لاش ہر وقت مکو جنگل و قورانی تو کا چگل دیکھ بھی گئیں یہ ہما ماتانی بچاں کہ ماتا ہوتی چک پہ چیزا دل نبی تگاں مرچی ہما بچانی لاش کہتے ہیں ہما گوارانی لاش کہتے ہیں ہما براتانی لاش کہتے ہیں کہ ہانی مات ہوتی ہما کسان سالیں ورنائیں چکاں پجن یاراں کے امنے چکیں
او باری کجا اول ہائی شہید کنک بھی تھا بلے اما وڑا درداں کہ آہانی چوک اما وڑا شہید کنک بھی تگاں آہانی بازیں جسم کے آستاں یکی جگر در کتگاں یکی سر ڈریل کتا یکی پاد پھرنایا یکی دست گونایا پرچا بلوچ وتی آزادی لوٹی و ما بلوچ کو ماگوں دزبندی ہمیں کنا کہ وتی آزادی ای جوہدار وقت جاری بکاں و ہنچو کہ میں شہید ہستا ہاں قربانی داتا پر بلوچستان ہاترہ و میں کاروان انگ جاری ای دیما رو گائیں مائی پاکستان جبرو کہ میں سنگتاں شہید کنگائیں میں ماتن جنگائیں گوارن جنگائیں شہید کنگائیں مائشی نترسیں انشاءاللہ ماوتی جوہدہ دیما بریں وہی جوہدے واسطہ ہرچ بلوچ ورناہا مات گوار پیرین کسانینا درستان دزبندی کنا کہ ہی کاروان تو کا شامل بھی چونکہ میں بلوچ سرمچار ہستا کہ آزادی جنگ شروع کتا مکوانی تو کا کپتگاں و کوانی تو کا بزدگاں وتی ذاتی ہاترہ بزدگ نیا پاوتی ملک ہاترہ پاوتی قوم ہاترہ بزدگاں مرچی بعضی مخلوقات شہید کنک بھی تھا بعضی مخلوقات گار کنک بھی تھا 18,000 مردم مرچی بلوچستان تو کا گاریں پرچہ گاراں مخلوقات وتی آزادی ہاترہ وتی جوت جاری کتا وانگا جوت جاری و بلوچ سرمچارہ ہم سلام پیش کنا کہ آہاں وتی آزادی جوت جاری کتا ہما ہی بلوچ قوما گوشک لوٹاں کہ ہمیں شہید کے میں آستا مات گوار کے شہید کنک بیتگاں اور دومی نیمگا پاکستانی سرکار گوشی کے ماں ای شہید نہ کتگاں بالکل ای شہید کنک بیتگاں وہ میں مخلوقات 18,000 مردوں انگا گاریں پاکستانی ٹارچر سیلانی تو کہاں ایما انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشنا دزبندی کنے کہ میں ای مخلوقات 18,000 مخلوقات گاریں ای مخلوقات اما چوک کے استا پاکستانی ٹارچر سیلانی تو کہاں ایشا انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشن اما مخلوقات کے گاریں آہاں درکنگے ما ریکویسٹا کنا اور دومی نیمگا انو بلوچستان تو کا ایک بلائیں زلزلیت کا وارانہ یہ زلزلے تو کا 1000 مردم اشتو کا جنین آدم مردین اور کسان سالیں چوک ہم شہید بیت گئے زلزلہ اور پاکستانی حکومتہ انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشنا گوشتا کہ ماں ہنی سپورٹا کنگا ہاں تا روچ مرچ گا پاکستانی نیمگا چونی سپورٹی نبی تا بلے ہما ملک کے استان بیرونی ملک بیتگا در ملک کی حکومت جرمنی یا سویڈن اور یا کہ برطانیہ یا امریکہ آنی سپورٹ کرنے کوشش کو تھا ہما مخلوقات دارک بھی تھا آنی سپورٹ کرنے کے اجازت نہ داتا کہ NGOs بروا بلوچا ہودا مدد بکنا وہ ہما بلوچ استا مرچی ملیریا ڈائریا تو کا میرے گاں ہاں کسالیں چوک کے استا مرچی میرے گاں نیما بلوچستان مخلوقات کل لینا دزبندی کنا کہ میں بلوچی یہ جہد بلوچ جاری وہی کاروان تو کا شامل ببا یہ جنگ سردار نواب قبائلانی نہائیں یہ بلوچ قوم آزادی جنگیں وہ دزبندی کنا بلوچ قوما وہ تی کلیں پیرینا جوانا وہ تی گوارا ماتا درستاں دزبندی کنا کہ یہ کاروان تو کا گون ببا وہ بلوچستان یہ آجوئے جہدہ اوار ببا وہ بلوچستان آزادی واسطہ وہ تی آوازار وقتہ برز بکنا وہ بلوچستان آجوئے جہد زندگ بات باز میں نتوارا